در دوام 10 سال اخیر با توجه بواسطه سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور گنرال ارتش محترم ایومعلی رحمان شرط و شرایط برای خدمت سربازان در قسم‌های حربی مملکت بهتر گردیده است. در پیروی از این تدبیر ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان در همبستگی با اداره تلویزیون و رادیو ولایت ختلان تصمیم گرفتند که برای صیقل دادن هنر و مهارت سربازان آزمون ولایتی سرود سرباز را راه اندازی نمایند. همون راهی که پایانش نمیبینم وطن دوریست. در قسم نظامی قشون‌های خشکگرد وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه عبدالرحمن جامع آزمون ولایتی سرود سرباز بین قسم‌های حربی منطقه باختر گرنیزان ختلان برگزار گردید. عسکری مکتب مردانگی عسکری. قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان یکی از دستاوردهای مهمترین زمان صاحب استقلالی به حساب رفته در دوران 32 سال تأسیس خود بارها ثابت نموده است که وظیفه‌های مقدس و پرشرفی در نزدش گذاشته شده را که پیش از همه حفظ امنیت و آرامی دولت و جامعه، پایداری ارکان دولتداری و تامین زندگی آسایشته مردم شریف کشور می باشد سربلندانه اجرا می نماید. باید تذکر داد که هدف برگزاری چنین چاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی بین جزو تام‌های قوه‌های مسلح این ترغیب خدمت حربی، تربیت حس بلند وطن‌دوستی، دوست داشتن سرزمین اجدادی، رشد فرهنگ ملی و دریافت استعدادهای نو میباشد. در جریان برگزاری آزمون مذکور مشاهده گردید که سربازان در آن با آمادگی همه‌جانبه اشتراک نموده بهترین خوانش شعر و سرود و نواختن اسباب‌های ملی را پیشنهاد حاضرین گردانیدند. جریان برگزاری آزمون را هیئت حکمان بهاگذاری نموده به هنر و مهارت سربازان بهای بلند دادند.